سلام با همه محسن از دل و جانی ما تاجیکای دنیا. با این ماه بزرگ شریفی رمضان من شما را پیش از همه تبریک میگم. از درگاه الهی آرزو دارم که خداوند در این ماه همه گناه ما را ببخشه که چون بنده پرگناه هستیم و ان شاء الله الله مهربان بخشنده است. منم نیز از همه شما بخشش میپرسم، از همه چه در تاجیکستان، از برادران و از همه اونها و ازبکستان، روسیه، امریکا، کانادا، همه که هستن من همه شما بخشش میپرسم. اگر مبادا که در شاید که در وقتهای عصبانی و در وقتهای جاهلی سخن ناجور از دهنی من برآمده باشه، از همه شما معذرت میخوام، مرا ببخشید. الله بخشنده است و به همه این معلوم است که خیلی روزا کمتر سخت است و انشاءالله که همش پشت سر می شود. خدا امید داریم و نیز ما هم در این زمان در مسکو کارانتین موندیم. از دوستایی که داشتم، من چند مدتی که من در روی صحنه نبودم، 6 سال راستی گپ در کوارتیران بودیم و دوستام خیلی 3 دوست هست من تا 60,000 دلار که مرا کیدت کردن. خوب ترش هیچ گپ نیست، همش میگذره. انشاءالله روزای نزدیک با همش خوب میشود، این کسلی هم پشت سر میشود این روزا همش انشاءالله. خدا قوت بیاد ممنون الله. و من نیز در این کارانتین روز دیگه کمی 2 ماه پیش در صدمه دچار شده بودیم و دستمان شکسته بود. من اینجا و شست کمی هم سوز شده بود و باز کمکتر همین ما از هوش بیهوش شدیم، در روی وان افتیدیم. با هم دسته کمی شکست از هم جای برآمدگی است و این روزا میبینم که کارانتین است. مثال برادر رو میگم که برادری که خدمتشون کردم امروز میگم که کمی هم یاردم کنین. من روز دیگه من هیچ جای بجو چی است چی خدا من خدا از شما بجا کنم، از خدا بجا کرده میشه. دروغ بگم با شما پیش پروردگار دروغ کنده میشه. کمی از بعضی برادران کمک پرسیدم که من در یک اپریل 3 ماه 78,000 فتیستم و تو بعد کارانتین انشاءالله که با مرکویمون سر میشه با ما در خدمت نیکی یکم تش کمی برادری که بودن و دستگیر کرده استم و رو از او رحمت ما هم وقت دعا شما میکنیم که خداوند نگهبان شما باشه. شهر بچه های نری تاجیک زیاد هستن، در تاجیکستان هم توای من هستن، زیسه همه اینا که خدمتوی من را کردن که هم از بری من دور شده که توجه من دور نشده بری من و دیگه برادر هستن که مثال همو جون خدمتو کردم. من انشاءالله هستم برادر ازبکستان، برادری که من دستگیری کردم. من همه شما میندارم و همه خواهش میکنیم که انشاءالله یک باره که دیگر کمکی به من کنین. من همون برادرایی گفتم که من مخلصایی دارم که هر یک مخلص من $1 مده اگر یاردم کنم من انشاءالله همه پلاجینه میبرم. با من مهاجرانی که در اینجا هستن غریب هستن من انشاءالله که باید دستگیری میکنم. روز دیگه من از بانکم کمی هم پول موندگی امروز خبر آوردن که برای 3,000 خونه مرا فروختنی هستن. یکی التماس کردیم که کمی طاقت کنین، ما انشاءالله این مشکلات پس سر میشه میبریم. ما در خدمت شما هستیم. یک خیلی دوستای هستن که هیچ گپ نیست. من انشاءالله من مخصوصا من باوری دارم. من امروز در این کسرم 4 روز پیشیدم 5 روز پیشیدم من در خانه ما تبابت ایستادم. من راستی نکردم. من اینجا همه دورو من همه دورو خونیکی و این و یکی کپیلوی که مونیم همش در خونه من راستی گفت توبت کردستم که بوم نرم که اون کسل دیگه بودن سالی بعد از اینو میگن که انشاءالله ما شما مختصر همین بیزار که من گدو گین من میدونم کمی درود 24 می نویسین
مرحمت نویسین. من تاجیکم، من برای تاجیک جانم میتم. من نمیخواستم همه خیراستی گپ زنم، یکی کمی هم با من زور اومدم چی من مجبور شدم همین کار کردم. یکی اگر هیچ هم نیست دوستایی که من چند مدتی پلوی من بر نگردم بستین، شاهدای من هست در تاجیکستان که من قرض داره. یکی انشاءالله خدا خواه من گفتم که فکری فرزندای مرا کنید، اقلا مرا $10,000 مرا رو یاردم کنید، من یکم مشکلی ندارم. دیگه من انشاءالله من این مشکل پسر میشه، من دلم صاف است، بخیلی ندارم، من کینه ندارم. من مخلصای عزیز جان دلی من به من هم بگی $1 من خواهش میکنم، من برقصد نمیکنم. تو مرد تو نومرد میفهمی انشاءالله که با من کی هستم. من شکسته باشم که ریختگی نیستم. خودت فهم برادر عزیز که این گپ ذات تعلق داره، لیکن برادرایی که من تاجیکستان همه شهر نره که یاردم کردن با انشاءالله اومده میکنن. من در اینجا کارتای من هست، من اینجا کارتای تاجیکستان، نمره تاجیکستان. از شما خواهش میکنم التماس برادرو صنعتکارو همتون بخشش من گپای زیادی اگر نسبت شما گفته باشم مرا ببخشید. من از شما معذرت عذر کلام میخوام، از ازبکستان، از روسیه، از کانادا، از همه امریکا، از همه جای گوشه دنیا، تاجیکستان، همه شما معذرت میخوام، مرا ببخشید. التجا دارم، میدارم الله بخشنده است. من گناه دارم، نزد شما خطری کردگی است، منو ببخشید. ما انشاءالله که با در خدمت شما است. زنده باشین. من انتظاری همه مخلصای خودم هستم که شما مرا دستگیری میکنیم. لیکن تو برادر این روز مرا دستگیری نکردی، تلفنی منو نمیبرداری. خدا خواه انشاءالله با من با پیشت خبرگیری میبیام، با دستی پول میبیام. سلامت باشه، خدا نگهبانتون باشه. از این جانی من انتظار هستم. من کمک خواهش دارم.